فانی از سمت جنوب برخاست و با خود ستونهای عظیمی از گردبادهای بزرگ همراه آورد. گردبادهای شدید و مرگبار که در لحظه ای کوتاه تمام سپاه را در خود بلعید و به یکباره ناپدید کرد. این روایتی است که هرودوت مورخ یونانی از ماجرای گم شدن سپاه هخامنشی در لشکرکشی به شمال آفریقا در 2500 سال پیش ارائه می دهد. این تاریخ نویس به دلیل آنکه در شهر هالیکارناس واقع در منطقه یونانی نشین آسیای صغیر به دنیا آمده بود و از اتباع امپراتوری بزرگ پارس به شمار می آمد، توجه زیادی به تاریخ ایران باستان از خود نشان داده و در آثارش بسیار به آن پرداخته است. اگرچه هرودوت در بازگویی نبردهای ایرانیان و یونانیان از موضع بی‌طرفانی یک تاریخ نویس عدول کرده و جانب هم‌میهنان خود را گرفته است، اما نباید از یاد برد که بخش عمده آنچه که از تمدن پارسیان به دست ما رسیده لابلای سطرهای کتاب تاریخی او نهفته است. یکی از روایت‌های تاریخی هرودوت ماجرای لشکرکشی کمبوجیه پسر کوروش بزرگ و دومین شاه هخامنشی به شمال آفریقا را در بر می‌گیرد. بنا به نوشته هرودوت پس از آنکه سپاه هخامنشی مصر را فتح کرد، دو شاخه از آن به سمت حبشه در جنوب مصر و منطقه کارتاژ تونس امروزی در غرب صحرای بزرگ آفریقا روانه شد. سپاهیان راهی شده به حبشه آن کشور را خراجگزار امپراتوری پارس کردند و پیروزمندانه بازگشتند. اما از لشکریان اعزامی به غرب هیچ خبری به دست نیامد. انگار صحرای بزرگ دهان باز کرده و آنان را بلعیده بود. آیا این یک حادثه طبیعی بود یا آنها واقعاً دچار نفرین فراعنه مصر شدند؟ یکی از روایت‌های تاریخی هرودوت ماجرای لشکرکشی کمبوجیه پسر کوروش و دومین شاه هخامنشی به شمال آفریقا را در بر می‌گیرد. کوروش بزرگ به عنوان بنیانگذار سلسله هخامنشی پیش از آنکه در جنگی که با اقوام وحشی ماساژد داشت کشته شود، قصد داشت به مصر لشکرکشی کند و دلیل لشکرکشیش این بود که مصر در آن زمان متحد یونان بود و مهاجرنشینان یونانی که در دریای اژه و مدیترانه بودند در مصر هم نفوذ کرده بودند و علیه ایران توطئه می کردند. کمبوجیه زمانی که پادشاه شد میخواست طرح پدرش را ادامه دهد. در تاریخ مصر در دو سلسله فراعنه، یعنی سلسله های 32 و 33، نام سلسله هخامنشی آمده و این به آن معناست که آنها ایرانیان را به عنوان اینکه از خودشان هستند قبول داشتند. مدتی بین سفر کوروش و پسرش کمبوجیه فاصله افتاد. سرانجام کمبوجیه تصمیم گرفت سرزمین مصر را که جزو کشورهای تابع ایران می‌دانست تصرف کند. در این زمان فرعون مصر شخصی به نام آمازیس بود. کمبوجیه پیکی را فرستاد و از دختر آمازیس خواستگاری کرد، اما آمازیس دخترش را نفرستاد و دختر شخص دیگری را که قبلا فرعون مصر بود و آمازیس علیه او کودتا کرده و او را کشته بود فرستاد. وقتی آن دختر به ایران آمد و همسر پادشاه ایران شد، به این موضوع که دختر آمازیس نیست اعتراف کرد و این جریان به بهانه‌ای برای کمبوجیه تبدیل شد. کمبوجیه از طریق شبه جزیره سینا رفت و اعراب به او کمک کردند و برایش مشک‌های آب آوردند و به وسیله شتر مقادیر زیادی مشک آب به نیروهایش می‌رسید. سپس آنها به مصر وارد شدند، شهر منفیس را گرفتند
و کمبوجیه در آنجا جایگاه خود را محکم کرد. کمبوجیه وقتی در آنجا میماند به فکر لشکرکشی به آفریقا میافتد. او قصد داشت 3 نقطه را در آفریقا شامل کارتاژ یا همان تونس امروزی، آمون در جنوب منفیس و حبشه را بگیرد که هر کدام از آنها به کشف طلا شهرت داشتند. به علاوه او امپراتوری هخامنشی خود را به عنوان مشعلدار تمدن می‌دانست و می‌گفت من باید تمدن را به نقاط مختلف دنیا ببرم. در خیلی از این کشورها انسان را قربانی می‌کردند. در این باره بخشنامه ای از داریوش است که او کشتن انسانها را در اعیاد ممنوع کرده است. به علاوه داریوش انداختن دخترها را نیز در رود نیل ممنوع کرده بود. یکی از رسوم اشتباه مصریان این بود که دختران را به رود نیل میانداختند و در یک مراسم بسیار باشکوه زیباترین دختر مصر را می آوردند و به نیل میانداختند تا آب رودخانه فوران کند، الهه نیل خوشحال شود، آب بالا بیاید و زمینهای مصر را بگیرد و حاصل خیز کند. دولت ایران در آن زمان دولت متمدنی بود و وقتی کمبوجیه متوجه شد که مردم در مصر گاو آپیس را میپرستند تعجب کرد و گفت این چه خدایی است که شما آن را میپرستید در حالی که گوشت و بدن دارد؟ این چه خدایی است که وقتی من با شمشیر به آن میزنم دردش میگیرد و ناله میکند؟ چگونه میتوان آن را پرستید؟ خداوند در آسمان ها است. این رسالتی بود که ایرانی ها برای خود داشتند و میتوان گفت وظیفه متمدن کردن ملل عقب مانده را در خود میدیدند. این مسائل سبب شد کمبوجیه دستور پیشروی به سوی سرزمین آمون را بدهد. ارتش ایران در مصر پیروز شد و در محلی به نام پولوزیوم مصری ها را در هم شکست. مصری ها به اندازه ای از این مسئله عصبانی شدند که چند نفر را که طرفدار ایرانیان بودند آزار دادند. از جمله فرزندان شخصی به نام فانس را که به ایران پناهنده شده بود گرفتند، سربریدند و خونشان را در تشتی ریختند و سربازان مصری از خون آنها خوردند. برنامه کمبوجیه این بود که تا لیبی، تونس و حبشه پیش رود. او 50,000 سرباز را به سمت جنوب آفریقا فرستاد. متاسفانه هنگامی که این سربازها در حال استراحت بودند طوفان شن می‌وزد و این سبب می شود 50,000 سرباز ایرانی بین راه منفیس و آمون از بین بروند و ما به هیچ وجه خبر دیگری از آنها نداریم. در تاریخ این موضوع ذکر شده است، یعنی هرودوت و مورخان رومی این مسئله را گفتند. سفرای کمبوجیه هم حتی با امپراتور حبشه ملاقات کردند و آنها گفتند که چنین اتفاقی رخ داده است. اگرچه از همان 2500 سال پیش سرنوشت نامعلوم سربازان ایرانی ذهن و فکر بسیاری از مورخان را به خود مشغول کرده بود، اما تا قرن 19 میلادی هیچ کاوش باستانشناسی در این منطقه صورت نگرفت. تلاش باستانشناسان هم در 150 سال اول فعالیت به هیچ نتیجه مثبتی نرسید تا اینکه یک اتفاق در گرماگرم نبردهای جنگ جهانی دوم در دهه 40 میلادی اولین نشانه های سپاه گمشده پارسی را نمایان ساخت. وقتی که لشکریان آلمان نازی به فرماندهی مارشال رومل در برابر سپاهیان انگلیسی در شمال آفریقا سفارایی کرده بودند، حفر سنگرها و کانالهای دفاعی در شنزار صحرا قطعات فلزی کوچکی از سرنیزه، کلاهخود و سپر را به سطح زمین آورد که در همان زمان بسیاری از باستانشناسان و تاریخ نگاران را به این باور رساند که راز گمشده سپاه کمبوجیه به زودی آشکار خواهد شد. انتظاری که بیش از 60 سال طول کشید تا به ثمر بنشیند. پس از 2500 سال که واقعی تاریخی دفن شدن سربازان ایرانی در شنزارهای صحرای آفریقا به افسانه تبدیل شده است
و از پیدا شدن اولین نشانه‌های سپاهیان پارسی 66 سال می‌گذرد، اینک خبر می‌رسد که باستانشناسان ایتالیایی سرانجام ارتش گمشده ایرانی را پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها 2 باستانشناس ایتالیایی با کشف چند سلاح برنزی، یک دستبند نقره‌ای، یک گوشواره، تعدادی قطعات فلزی و صدها استخوان در نقطه‌ای دور افتاده در صحرای شمالی آفریقا اعلام کرده اند که گره از ماجرای مرگبار ثبت شده در نوشته‌های هرودوت را گشودند، در حالی که شاهد پیشنهادهای تأسف‌باری مبنی بر حذف تاریخ نیاکانمان و سلسله‌های پادشاهی ایران زمین از کتاب‌های تاریخی هستیم. گروهی از پژوهشگران بین المللی با یکی از بزرگترین کشفیات تاریخی خود سند دیگری بر حقانیت تاریخی و واقعیت هژمونی قدرت تمدن باستانی ایران بزرگ بر سرزمین‌های وسیعی از جهان قدیم صحه گذاشتند. در این اکتشافات در کنار بقایای اجساد سربازان تنومند، حجم بزرگی از تجهیزات نظامی از جمله سلاح‌های برنزی، دستبندهای نقره‌ای، گوشواره‌ها به همراه صدها استخوان در یک منطقه عظیم بیابانی در منطقه صحرایی دورافتاده غرب مصر کشف شده که بر پایه استنادات تاریخی بقایای سربازان پادشاه هخامنشی ایران باستان کمبوجیه است. این سربازان در سال 525 پیش از میلاد مسیح بر اثر گرفتار شدن در یک طوفان شن زنده در زیر لایه‌های شن صحرا مدفون شده بودند. در این باره داریو دل جیانو، عضو تحقیقات دانشگاه لچه ایتالیا، به کانال دیسکاوری آمریکا گفته است نخستین نشانه برای این موضوع را میتوان در یادداشت‌های تاریخدان یونانی هرودوت دید. این کشف یکی از معماهای تاریخی را که توسط هرودوت مورخ یونانی گزارش شده حل کرده است. هرودوت در سال 425 پیش از میلاد در کتاب تاریخ خود آورده است کمبوجیه فرزند کوروش 50,000 سرباز را از منطقه تبس به سیوا فرستاد تا با طرفداران بتپرست معبد آمون در مصر که یکی از ساتراپ‌ها یا استانهای ایران به شمار می رفت که سر بر شورش نهاده بودند مقابله کند. این سربازان پس از 7 روز راه پیمایی در بیابان به منطقه‌ای می رسند که همکنون با نام الخرقه شناخته می شود و پس از آن بود که سربازان ایرانی ناپدید شدند و هیچ کس اثری از آنها نیافت. هرودوت در تاریخ خود به بادهای شدیدی اشاره می کند که همزمان با حضور ایرانیان از سمت جنوب وزیدن گرفت و گردبادها و طوفان‌های شن عظیم حاصل از آن سربازان ایرانی را در بر گرفت. این گزارش می‌افزاید داستان گم شدن ارتش کمبوجیه در بادها ناپدید شد و هیچ رد پایی از سربازان ایرانی به دست نیامد تا اغلب دانشگاهیان آن را داستانی خیالی بپندارند. اما اکنون 2 دانشمند باستانشناس ایتالیایی ادعا می کنند که شواهد برجسته‌ای یافتند که ارتش ایران در طوفان شنها دفن شده است. 2 برادر ایتالیایی به نامهای آنجلو و آلفردو که به خاطر کشف مشهور خود در 20 سال پیش در شهر تاریخی مصر، شهر طلا، معروفیت جهانی پیدا کرده بودند، ادعای جدیدی را مطرح کردند. فیلم باستانشناسی که در فستیوال روورتو نشان داده شده بیانگر تحقیق 3 ساله و همچنین 5 سال اعزام هیئت باستانشناسی به این منطقه است. آنها در سال 1996 شروع به این فعالیت کردند که البته آنها آهنالاتی را در نزدیکی سیوا پیدا کردند و در حالی که آنها روی منطقه کار می کردند اجساد و استخوان‌های انسان‌هایی را
در یک گودال یافتند که آنها این گودال را یک پناهگاه طبیعی در نظر گرفتند که یک صخره به طول 114 متر و عرض 5 متر و 9 متر عمق یافتند. از این پناهگاه‌های طبیعی به وفور در صحرا یافت می شود، اما این یکی در آن منطقه تنها پناهگاه بوده است و اندازه آن برای پناه بردن و در امان ماندن از طوفان شن مناسب است. اما فلزیاب‌های یک باستانشناس مصری تعدادی خنجر برنزی و چندین کمان پیدا کرد. هرچند آنها ابزارالات کمی پیدا کردند، این ابزارالات بسیار مهم بودند، چرا که آنها ابزارالات ابتدایی هخامنشیان بوده و عصر آنها به زمان کمبوجیه برمیگردد که در یک منطقه نزدیک سیوا در زیر ماسه ها به دست آمده است. همچنین حدود 1/4 مایل دورتر از پناهگاه تیم باستانشناسی نیز یک بازوبند نقره‌ای پیدا کرده و همچنین گوشواره و چندین حلقه که شبیه تکه‌های گردنبند بودند. تجزیه و تحلیل گوشواره ها البته بنابر عکس‌های به دست آمده نشان می‌دهد که آنها مطمئناً مربوط به دوران هخامنشی هستند. حلقه‌های کروی که از نقره ساخته شده‌اند و یک آویز کوچک از نقره که در 5 قرن پیش از میلاد مسیح در ترکیه به دست آمده است مشابه همین آویز است. آنها همچنین گوره‌های دست جمعی با هزاران استخوان سفید پیدا کردند و میگویند که بقایای لشکر کمبوجیه نیز باید در این منطقه باشد. مقامات میراث فرهنگی ایران خواستار بازگشت این آثار به ایران شدند و جلساتی را با مقامات مصری برگزار کردند. پس از خبر کشف بقایای سپاه هخامنشی، آیا بالاخره این سپاه افسانه‌ای به ایران باز می‌گردد یا نه؟ این سوالی است که آینده باید به آن پاسخ دهد.